الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد از خداوند بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند عاقبت کار همه ما و شما را به خیر بیارد. الله را بسیار سپاسگزارم که در این لحظه هایی که ما قرار داریم، مردم ما قرار دارد که یک لحظه های پر از امن و آسودگی هست، خداوند این نعمت را بر ما بردوام نگه دارد. برادران و خواهران خیلی گرامی، برنامه‌ای که الحال من برای شما میخواهم که تهیه نمایم و به سمع شما رسانم، این عبارت است از این که نگاه نکردن و یا گوش نکردن به نوارهایی که یا به صحیفه و شبکه هایی که امروز به همگان ما معلوم شد که سر به سر از نزاع انداختن و دشمنی نمودن به پیروان مذهب یا مذاهب بگیم و همچنان گروه هایی که برای ما و شما بگیم خیلی بیگانه هستند و از دسته اینها برادرای عزیز به همه ما و شما معلوم است این یگان تهمتی نیست که نه مولای یا بگیم نه مولانا جلال الدین رومی، نه عبدالرحمن جامی، نه خواجه حافظ، نه عبدالقادر بیدیل، نه عمر خیام و جمله بگیم نفرهایی که تمام عمر خودشان به پاکی گذرانیدن، در تمام عمر خودشان آزاده بودند، در تمام حیات خودشان زیان و ضررشان به کسی از بنده های خدا نرسید، بازم این حافظای کل قرآن بودند، امروز از دست این طایفه بدگوهر اینا آرام نیستند، روح اینها گویم آرام نیستند و همه اینها از جانب اینها تکفیر شدند. اینها کافرند، اینها گمراهند، اینها مشرکند، اینها مرتدند. از این لحاظ برادران خیلی عزیز و گرامی، من موظف هستم، من مسئولیت دارم که باید از مذهب خودم، از دین خودم، از راه انتخاب کرده خودم که پیشتره های ما هم که در این راه بودن، در این مذهب بودن، من باید دفاع کنم. زیرا امروز اینها برادران و خواهران گرامی بسیار تهمت های زیاد دارند، بسیار بهتان های زیاد دارند، بسیار دروغ های زیاد دارند. اینها امروز مردم به نام قرآن، به نام حدیث یا به خودشون بگیم سمزونیست میگن روس ها، به خودشون مقصد اینها خداشون موحد، موحدین یا اهل سلف نامگذاری کردند که عیناً برادران و خواهران عزیز اینها در زمان حضرت علی هم چی گفته بودن؟ لا حکم الا لله. سخن ببینین، کلمه را ببینین، اینها چگونه که امروز به نام قرآن و حدیث، به نام موحدین، به نام پیروی از قرآن و حدیث، به نام پیروی از اهل سلف ما را فریب میدهند. بین مردم گمراه کرده ایستادند. انا همون زمان هم چی گفتن؟ گفتن فقط حکم در دست الله بزرگ است، فقط حکم الله می برارد، غیر خداوند
هیچ کس مقصد حق حکم برآوردن ندارد. وقتی اینا در برابر جناب علی رضی الله عنه این سخن گفتند، میدانین که جناب علی چی گفت؟ گفت کلمت الحق ارید بها باطل. گوبین آن جمله را که اینها میگن جمله حق است، ولی اینها در زیر این جمله اراده باطل دارند، اینا مقصد ناپاک دارند. عیناً برادران عزیز باور کنین، انا همون کلمه امروز تبدیل به موحدین، تبدیل به پیروی اهل سلف، پیروی از الله، پیروی از رسول گفته مردم ما را با این راه و روش میخواهم برادرها گفتی همون مردم های دیگر که گل بزنند، اینها را فریب کنند. و امروز به همگان ما معلوم است برادرها، ما رنگ اینها تهمت نمیکنیم، به همگان ما معلوم است که اینها پیروان مذهب را نابسته حنفی تو مالکی شافعی حنبلی فرق ندارد. هر کسی پیروی از مذهب میکند در عقیده اینها پیروی این عمل حرام است، این بدعت است، این ضلالت است. یعنی برادران شما یک کم ترک در گردی هر یک اصطلاحی را که اینا استفاده میبرند، وقتی میگن پیروی حرام است، پیروی بدعت است، پیروی ضلالت است، پیروی گمراهی است، ما باید مقلد نباشیم، ما باید پیروی از اینها را نکنیم، ما پیروی از قرآن داشته باشیم، پیروی از مقصد حدیث پیامبر داشته باشیم. وقتی اینها برادرای عزیز این گونه جاغ میزنن در زیر انا همین فریاد اینها برادرای عزیز مطلبهای خودشان، هدفهای خودشان ایستادگی. از این لحاظ اینها تحقیری 2.5 اگر امروز من تخمین گیرم 2.5 میلیارد مسلمان اگر در روی عالم باشد 60% همین پیروای مذهب ابو حنیفه اند. یعنی حساب کنین 1.5 میلیارد مسلمان در روی دنیا از نظر اینها در عمل حرام مبتلا هستند، در بدعت مبتلا هستند، در گمراهی مبتلا هستند. از این لحاظ بود که من دائم برای شما میگفتم که بجز یک چند نفری که امروز هدفهای ناپاکی خودشان میخواهند مطرح کنند، دیگر در روی عالم گویا مسلمان وجود ندارد. برادر عزیز، ما را دردمان همینه. ما برای همین برادرای عزیز و گرامی در برابر اینها استاده و حیله و نیرنگ و مقصدای اینا را من به گوش شما برای همین میرسانم تا که شما هم درک کنین برادرای عزیز و گرامی. ما دیگر یگان مقصدی در اینجا نداریم. آن فریب‌هایی را که اینها میکنن گویا که از پیروی شدن از قرآن از حدیث ما میترسیده باشیم، یا اینکه ما مقصد ما همین است که ما با قرآن و بر حدیث ما مبارزه میبریم، گویا ما مردم را به سوی قبر پرستی میبریم. ببینین ما مردم را به سوی پیر پرستی میبریم. همه اینا بهتانن برادران عزیز، همه اینا دروغ هستند. اگرچنده من به این گروه مراجعت میکنم، شما با والله قسم یعنی جای خودتان در این منطقه بگیم تاجیکستان جای خودتان پیدا کردگی نیستین. شما در اینجا گوش کننده نداری. از آن جمله من در منطقه کولاب وقتی که گپ از شما برآمد، میدونید که مردم کولاب به شما چی گفتن؟ گفتن اونا یک کونی خرن، گفتن اونا یک آقی پدرن. یعنی شما در منطقه کولاب نامتان با کونی خر و با آقی پدر مشهورین شما. و در دیگر منطقه ها هم شکر الله مهربان که در اینجا داملاهای خود همین منطقه ها در مردمشان خدمت دارن. اینا در شب اینها، در روز اینها،
در خرسندی و در مرده و در بیماری اینها این دامله های ما همه راستند. مردم میدانند خود چون که کیها را مثال گوش کنند یا با کیها پیروی کنند. من بیشتر مراجعتم با برادرایی که از تاجیکستان بیرونند که اونها مقصد فریب شما را خورده ایستادند، با شما در تماسند، با شما از شما درس میگیرند، از شما سوال میکنند، لیکن اونها نمیدانند بیچاره‌ها که مقصد با شما پیوست شدن عاقبتی به خیر ندارد. اونها را نمیدانند. از این لحاظ من به گوش اونها میرسانم که در مسئله با شما پیوست شدن و از شما مسئله را پرسیدن باید که حتما با احتیاط باشند. اونا باید دانند که تمام داملاهای چندین سالی که در اینجا خدمت کرده بودند و خدمت کردستند، تمام عزیزا و بزرگانی که پیشتر در دین و مذهب خدمت کردند، از نگاه شما که همه اونها مشرک و مرتد و کافرند، اینها باید آگاهی پیدا کنند که با کی سر به سر شدند، با کی مقصد اینها دست درازی کرده و سلام کردیستند. من از شومی شما اینها را باید که آگاه کنم برادران. از این لحاظ من با 4 حجت به تمام خواهرها و برادرها گفتنیم که گوش کردن این گروه تکفیری، این گروه خوارج، این گروه بگیم بسیار دهشت انگیز، این گروهی که خرابی آورن، اینها گروه های هستن برادر عزیز که نه تنها به دین ما، به مذهب ما، حتی اینا بر ملت ما، به فرهنگ ما، به تمدن ما اینا میخواهند که ضربه بزنند. اینا برای چی امروز مردم تاجیک تقسیم دارن؟ برای چی؟ به گروه ها تقسیم کردن یا نفرهای خودشون زیاد کردن در نزد اینا چه هدفی برادر عزیز؟ وقتی که ابو حنیفه اهل سلف باشد، وقتی که همچون مجتهد قبول باشد، همچون یک شخص متقی دانشمند فقیه وقتی که شناخته شود، وقتی که مردم از این گونه عالم و دانشمند پیروی کنند، پس این مردم مسلمانند. اینا همه با امید این زحمت ها را میکشند که فردا دیدار الله را ببینند، فردا با رسول الله ملاقات کنند، فردا داخل جنت شوند. پس دیگر در همینجا چی مشکلاتی که مردم مقصد شما با 2 گروه مردم از مذهب دور میکنین چی مقصد داره؟ شما نمیدانید که پیروی از مذهبم برای هر یک نفر تاجیکستانی ما مهم و ضرور است، زیرا که اینها هیچ کدامش در تاجیکستان ما هیچ نفر یافت نمیشود که از درون آیت حدیث مسئله را خارج کنن و استنباط کنن و استدلال کنن. ما خیلی نفر نداریم. ما فقط مراجعت با همین جناب امام ابو حنیفه داریم که یکی از فقیه های بزرگ عالم است. از این لحاظ 4 حجتی را که من میارم برای تماشا کردن اینها، گوش کردن اینها که به زیان شما مردم هست، شما خوب اندیشه کنید. یکم حجت همین است، وقتی که صحبت اینها عبارت از بهتان است، عبارت از تحقیر هست، این حقارت است، عبارت از دروغ است، عبارت از این است که زیر کاسه نیم کاسه به نام قرآن حدیث ما را میخواهند که زیان بیارن، ضرر بیارن، مقصدهای ناپاک خودشون مطرح کنن. الله مهربان میگه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خداوند میگه من گوش دادم یا چشم دادم یا زبان دادم نه به خاطر آنه که شما با این گوش هاتون حرف هایی را که به زیان شما هست،
به ضرر شما هست. شما با این گوش ها همون حرف ها را گوش کنید. برادرای عزیز، هر کسی گوش کرد امروز در حلقه اینها داخل شد، شما ببینید که زنده ها را که اینها روز ندادن، حتی مرده های ما را دیگر همه اونها را حکم به کفر دادن. آیا کدامی از شما میخواهید که از زمره امین ها باشین؟ کدامی شما؟ من وقتی میگم تهمت میکنن همین ها هستن یک بدبخت دیگه، من نمیدونم او ابو حنظله کی باشد. وقتی میگد حاجی میرزای قبر پرست، حاجی میرزای پیر پرست، حالا که من برادر نفری بودم که یگانه نفری که تا حاضر مردم از قبر پرستی به معنای چی؟ از قبر کمک طلب کردن یا گرد قبر مقصد طواف کردن. بین ما بودیم که با این چیزا مبارزه می بردیم. یا ما در کجا پیر پرستی داریم؟ من در کجا مقصد از زمره آدمای صوفی هستم که حالا که من امروز با کسی بیعت هم نکردم یا صوفی هم نیستم، ولی تهمت اینها انسان برادرها درد میارد. یا اینا تهمت میزنن که تو گفتی برای مردم گفتی که برای خاک بخرین، خاک قبر گویا شفا باشد. برادرها شما یک بار همون صحبتی مرا گوش کنین، صحبتی مرا گوش کنین که من از قول جناب ابن سینا گفتم که فرمود که اگر کجای رفتین همراهتان از خاک وطن قطیتان بگیرین برین، خودتان اگر ناراحت حس کردین همون خاک وطن را بخرین، همون ناراحتی از شما دور می شود. این قول ابن سینا بود، قول من نبود. من نگفتم که برین شما خاک بخرین یا برین شما مثال خاک قبر بخرین. آیا اینا تهمت نیستن؟ اینا با همین میخواهند که ما را در چشم شما میده و حقیر و بد نشان دهند. برای همین داداره عزیز زیرکی را از دست ندید. هوشیار باشه، هوشیار باشه. پیامبر گرامی میگو من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. بهترین عمل مسلمان همین است که هر چیزی که به منفعتش نباشد او را ترک کنه. یعنی گوش کردن اینها، سوال دادن اینها یا با ویدیویزف شما از اینا درس گرفتن، برادرای عزیز این به زیان شما، به ضرر شما. من یک برنامه کرده بودم برای آنه که فرزندای شما خارج نروند نخوانند. بین اینا مرا تهمت زدن که حاجی میرزا مقابل تعلیم دین هست. نه، من مقابل نیستم. آیت های قرآن، حدیث های پیامبر ما را تعلیم بر دین میکنن. تعلیم بگیرین، درس بگیرین، ولی نه از پیش این گروه ها. من مقصدم این بود که هر کسی که نزد اینها رفت، امروز تعلیم دیگه دینی نیست، تعلیم سیاسی است. امروز دین به سیاست مبدل شده. برادرای عزیز و گرامی، تجربه ها نشان میتید چندین نفرایی که رفتن در همون ملکا خواندن، هر کدامشون مذهب های بیگانه قطعی آمدن. آخه حافظ کل قرآن اینه که نزاعی ای، بین عالم دین اینه که شیعه ای، عالم دین اینه که تکفیری ای. آخه رنگش درگور قطعی هم حافظ قرآن بدنشن، یعنی که حافظ مثال حدیث بدنشن، رنگش درگور. برای منطقه ما اینا چی در کارن؟ مقصدهای ما دیگر است، ولی اینا دیگر خیلی معنا میکنن. شما در اینا هوشیار باشید. شخصی میگو زبان آمدد از بر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، به بهتان و باطل شنیدن نکوش. زبانت همیشه سخنی درست سخن گوید که کسی از سخن تو آزار نیابد، زبان تو حقارت نکند، زبان تو غیبت نکند. گوش تو هم بهتان و غیبت و این گونه نفرها را گوش کردن ده اجازت نداره. یکم حجت، گوش نکردن
аллоҳи меҳрубон мегӯяд ки ин гӯш барои ин нест ки баъди гӯш кардан ту роҳи худта тағйир бидӣ, яъне як роҳи дурустеро ки интихоб карда будӣ, уро ба сабаби гӯш кардан мешавад ки инсон тағйир ёбад. барое ки шумо илм ки надорен, савод ки надорен, бародарои азиз ва гиромӣ, шуморо метавонанд ки дар доми худшон кашанд. аллоҳи меҳрубон дар Қуръон сураи дар Қоф ояти 18 мегуфт: ма ялфизу мин қавлин илла ладайҳи рақибун атид. чизеро ки меген ҳатман дар номаи аъмолтон нависонда мешавад. бародарои азиз, касе ки наворҳоро гӯш мекунад, наворҳои ҳамин тоифаи бадахлоқи бадсигола, ҳамин тоифаи бигем бисёр номуносиба, як тоифаи оқипадар, як тоифаи душмани мазоҳиби чоргона вақте гӯш мекунен ва дар ҳамунҷа вақте мошоалло мегӯен, ё вақте ки лайка меҷиқен, ё ин ки дар баробараш ҳар касеро ки инҳо таҳқир мекунанд, шумо ҳам бо дар баробаршон мақсад истодаву инҳоро қувват метен ё комментария менависен, аз оқибату охиратон фикр кунед. бародарои азиз ва гиромӣ, ки шумо чӣ кор кардистед. дуюм чизе ки бародарои азиз барои нодуруст ва ноҷоиз будани гӯш кардани ин гурӯҳҳо ҳаст, ин зоеъ кардани вақте. бин якум, худованд моро иҷозат надод ки ман гӯша барои инҳо надодам. дуюм, агар навори инҳо 1 соат меравад, ним соат меравад, вақте ки гӯш мекунӣ, вақт зоеъ мешавад, вақтат. бинед, ва аллоҳи меҳрубон мегӯяд ки ман мақсад ан умури фима афно, ман шуморо аз вақтотон мепурсам ки шумо вақта дар куҷо сарф кардед. бинед, вақтотон дар куҷо сарф шид. оё дар ҳамин кӯре ки ҳамин тоҷики мо мегӯяд, кӯре ки дар пешат гӯрай, дидестае ки инҳо мақсад барои шумо чӣ таълим додестанд? дидестем ки мақсад аз гӯш кардан инҳо шумо ба куҷо рафтестед? оё дар ҳамин вақте шумо андеша намекунед ва вақтотон вақте ки дар инҷа зоеъ мешавад? албатта пеши худои меҳрубон ҷавоб мегин. вақт бисёр неъмати бузургай. дар сураи мунофиқун худои меҳрубон мегӯяд ки лавла ахартани ила аҷалин қариб фаасаддақа ва акун мин ассолиҳин. рӯзи қиёмат вақте ки шумо бо ин ақидаҳотон, бо ин роҳу равиши ки хароби оварай, бубинед, вақте шумо пурсида мешен, баъдан аз аллоҳи меҳрубон иҷозат мегиред: худоё, як лаҳза як вақтам наметӣ ки бирам мақсаду бирам худма ислоҳ кунам. яъне агар дар дунё аз зумраи одамоне будам ки пулдор будам, сахӣ набудам, бирам сахӣ шам. одамоне агар амалҳои ғайри солеҳ доштам, бирам амалҳои солеҳ анҷом бутам. ё агар аз зумраи инаи гурӯҳҳое ки фақат ва фақат мақсад ташнаи хуни мардуманд, ё фақат харобӣ мехоҳанд, фақат ино ҳамин ҷангҷӯҳое ки ҳоз дар ҳамин рӯи оламай, ҳамон маводҳоеро ки дар миёнашон мебандану мераванд, худошонро метарконанд, ай мактаби ҳаминоанд. ҳамин наздикӣ қатъи агар огаҳӣ дошта бошед, дар Германия 7 нафаре ки аз тоҷикои мо бурда мақсад маҳкамшон кардан, барои оне ки дар уҷа таркиш кунанду мардуми осоиштаро мақсад нобуд кунанд, мактаби ҳамино ҳаст. шумо ё мехоҳед ки фарзандои шумо аз зумраи ҳамино бошанд? мехоҳед ки оқибат шумо ҳам ба ҳамин ҷа рафта расед? ана ҳамин вақте ки навора ки гӯш кардиву вақте ки фирефтаи мақсад баромади инҳо шидӣ ки гуфти ҳамун ҳазрати Алӣ ки ино аъузу биллоҳи минашшайтони раҷим мегану, лекин дар зераш инҳо чӣ мақсадҳои ё чӣ ҳадафҳои нопок доранд? бародарои азиз ва гиромӣ, анамино ҳама аз сабаби гӯш кардан аҳамият додане. бин дуюм чизе ки
برای ما دلیل هست که اینها را گوش نکنیم، ضایع شدن وقته. خدا رحمت کنه جناب عمر خیامه میگفت پند دیدی همت اگر به من داری گوش، از بهر خدا جامعه تزویر مپوش. دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بهر دم عمر ابد را مفروش. بین یک دمک وقت داری دادری عزیز، برای همین یک دمک آخرت تنفروش، برای یک دمک ملت تنفروش، مردم تنفروش. در حق مردمت بدگمان و بدزبان و بدخیال نشو، زیرا اینا شرم ندارن. ولی بین من حیران میشم گاه همون ابو محمد مدنی یا دیگر نفرایی که شاگردای اینن، یا با یک چهار افغانی بگیم که حیوان دیگر از همونجا ایستاده با مردم تاجیک مراجعت میکنن، من حیران میشم که اینا در تاجیک چی خدمت کردن که در تاجیک مراجعت میکنن. اینا حتی یک بیماری ما را خبر گرفتگی نیستن، حتی اینا در یک نماز جنازه مردم تاجیک ما اشتراک کردگی نیستن. اینا برای یک بیمار حتی یک پاراستامول نخریدن، چی مراجعت میکنیم به تاجیک؟ برای همین برادرای عزیز و گرامی، شما وقتاتون در اینا ضایع نکنید. گفتی حضرت مولانا حضرت جنونی، فرصت عمر عزیز است عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. وقتاتون در اینها برادر عزیز بیهوده صرف نکنید، خداتون گناهگار نکنید. شکر الله اگر شما خواهشی گوش کردن امر معروف داشته باشید، این قدر دامله های ما شکر در همین اینترنت نام هر یک دامله را اگر پخش کنین صدها ساعت برای شما گوش کردن هست. دیگر مسئله که برادرای عزیز و گرامی، مسئله سیم مسئله را که من میخواهم برای نادرست بودن تماشای این نوارهای اینها گوش کردن اینها هست، این برادرها ضایع کردن مال است. یعنی شما وقتی میرین مبلغا قطعی میگابایت میخرین یا اینترنت میخرین و اینها را گوش میکنین، پیامبر گرامی گفت کفا بالمرء اسما ان یزی من یقود، برای گناهگار شدن پیش خداوند این قدر بسه که مبلغای شما در روی نادرست برود. ببینین شما وقتی که میگابایت خریدی آمدی اینها را گوش نکن، یا در برابر این همون کانالایی که همه فحشایی که اخلاق ما هم زیان زلال دارد، اونها را برادرها با این میگابایت ها و با این مبلغاتون اونها را تماشا نکنین. از عقیده اینها مقصد عقیده های خودتون موافق نکنین، زیرا بین عقیده اینها و عقیده ما مردم، یعنی مردمی که پیروی از مذهب ابو حنیفه داره، بین زمین و آسمان فرقه. و دیگر مسئله که برادرای عزیز، چهارم مسئله که اجازت نیست یا نادرست است تماشای اینها گوش کردن اینها، این چی است؟ دیده و دانسته خودمان در هلاکت انداختن. الله مهربان در قرآن میگه که ولا تقتلوا اولادک انفسکم. ببین الله مهربان میگفت ان الله کان بكم رحیما، شما هیچ وقت با دستای خودتان خداتون هلاک نکنین. یا ببینین دیده و دانسته خداتون از بین نبرین. یعنی حاضر شما آگاهی پیدا کردین، خدا خواهد ولی در منبعد تمام دامله ها در تاجیکستان علاقه احساس کردیستن که از طرف اینا بسیار خطری کلانه، هر کدام اونا با موافق علم خودشون دانش خودشون در مقابل اینا مبارزه میبرن. از این لحاظ برادرای عزیز از فهم دامله های خودمان، از بگیم برنامه های دامله های خودمان استفاده برید. شما دیده و دانسته خداتون در هلاکت نپرتایید. هلاکت یک معنای مردن نداره. وقتی که برادرای عزیز
به نام قرآن و حدیث اینها شما را فریب میکنن، دین تان ای دست میتین، آیا هلاکت نیست؟ بین مذهب تان ای دست میتین که اینها پیروای مذهب مبتلای حرام و بدعت زلالت میدونن. مذهب تان ای دست تان میتین، این همین ملک آرام ای دست تان میتین، ای دست میروه، همین آرامیش ای بین میروه. پدر با پسر رو ببین، مادر با دختر دشمن میکنن، آیا اینا هلاکت نیستن؟ برای همین این چهار حجت و دلیلی که من برای شما آوردم، برادرها خواهرای خیلی گرامی در این خوب اندیشه کنین و از نوارهای اینها، از تهمتهای اینها همیشه خودداری کنین. دیدین که نوار همینا هست، دیدین که چیزی را همینها مقصد گذاشتن، خود درس میگذارن، خود کسی را محاکمه میکنن. برادرها از همین صرفی نظر کنین، درو گوشش نکنین که گناهگار میشین، گوشش نکنین که گناهگار میشین. اینها دیگه اینها را نمیشه نصیحت کرده، اینا بیچاره دیگه موظفن، اینا وظیفه دارن، اینا دیگر نمیتونن از این راهشون گشته. شاید اینا هم بیچاره دیگر از همین راه انتخاب کردگی چون پشیمانن، ولی بالای سر اینها کسانی هست که اینها را دیگر مقصد که مادامی که میبرد در اروپا جاشون میکند. ببین در اروپا جا کردن، در اروپا خوردن، پوشیدن، گرفتن کاری آسانه. همیایی که برادرها هر کدامشون ببینید کدام همینا در دولت های مثال عربی هست یا در دولت های اسلامی هست، همه همینا بیرون از دولت های اسلامی هست، بیرون از دولت های خودشون هست. این همی سرگردان مثال خاک بر سر و زیرا که باید همچنان باشه. کجا اینا بخوان؟ حتی اگر امریکا خواهن امریکا میبرنشون، تمام شرایط برای اینها مهیا میکنن. زیرا اینها مقصدشون برادرها میگم دیگر دینی نیست، سیاسی های دیگر. برای همین باز بار دیگر به همه شما برادرای عزیز آگاه کردنیم که احتیاط کنین، احتیاط کنین. انشاءالله راهی را که ما و شما انتخاب کردیم بهترین راه است، درستترین راه است و از خدای مهربان انشاءالله امیدم دارم که فردای قیامت ما در این راه گرفتگیمون هم از نزد خدای مهربانمون جزای خیر میگیریم، مکافات خیر میگیریم. الله مهربان بار دیگر همه شما را نگهبان باشد و آن چیزی را که گفتم به خاطر الله گفتم برادرای عزیز. از آن چیزی را که احساس میکنم، آن چیزی را که درک میکنم و آن مسئولیتی را که به ذمه دارم، من مقصد چیکار کردم به گوش شما رسانیدم. در اخیر از همه داملاها، از همه بگیم شیخایی که داریم، از همه مولوی هایی که داریم، از همه بلاگرایی که داریم، از هر یک نفری عادی که در تاجیکستان داریم، برادرها خدا تانا به طرف نگیرین. شما هم در مقابل اینها هر چیزی که میتونین مردم آگاه کنین، مردم آگاه کنین. تا امروز دانشمندای ما، علمای ما آوردن رسانیدن، این خیلی مسئولیت گرانه. کار نکنیم برادرای عزیز که مردم ما و شما پریشان شود. کار نکنیم که همون مهنت زحمت پیشینه ها را ما و شما ای دست بتیم. برای این از همه شما برادرها خواهش میکنم شما هر چیزی که شما هم که میتونین و نوار کنین، برنامه ها کنین. اگر نتونین در همین کامنتاری ها در مقابل اینها برادرای عزیز فهمیشای خودتون بنویسین، بر علیه اینها، بر ضد اینها کامنتاری ها دا بنویسین. بگذار کامنتاری های ما 1000 2000 3000 شود. بین همون لایکی که میگن همون لایک ها را در همین برنامه ها بگذارین که با بیننده و گوش کنندش زیاد شود. همین هم خدمت برادر عزیز. خداوند عاقبت هممون بخیر، ایمانمون با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.